این مرد میتونه از داخل همه چیز رد بشه. مرد وسط شرکت وای میسته و بلند فریاد میزنه تا شاید یه نفر صداشو بشنوه. در همین لحظه 2 نفر بهش نگاه میکنن. مرد با خوشحالی بهشون نزدیک میشه، اما متوجه میشه اونا دارن به عکس مرد روی دیوار نگاه میکنن و تازه میفهمه که مرده. مرد وسط اتوبان راه میره، اما ماشینا به جای تصادف کردن باهاش از وسطش رد میشن. در همین لحظه دوچرخه این بچه کوچه‌ای ترمز میبره و مستقیم میفته توی بغل مرد. بچه کوچه‌ای حسابی میترسه چون مردو با یه بازیگر معروف اشتباه میگیره، اما وقتی متوجه میشه مرد یه روحه حتی بیشتر میترسه و سریع فرار میکنه. مرد به سرعت پسر رو تعقیب میکنه. پسر که اینو میبینه سریع سوار یه اتوبوس میشه، اما مرد سریع میره جلوی اتوبوس وای میسته، از داخل اتوبوس رد میشه و به محض اینکه پسر رو میبینه دستشو باز میکنه و پسر رو بغل میکنه تا از اتوبوس بیرونش بیاره. اما